الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالي جئت لكي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بالحامد كلها، علمنا منها ما لم نعلم. الحمد لله الذي هدانا إلى صراط المستقيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت تمامی شما بینندگان عزیز، به خصوص علاقمندان برنامه پرسش و پاسخ. الله متعال را سپاسگزارم که باز هم با گذشته یک روز از ماه مبارک رمضان در روز دوم این فرصت را عطا فرمود تا در خدمت شما عزیزان قرار داشته باشیم. همچنان مهمان و کارشناس دائمی برنامه جناب مولانا عبدالقدوس دهقان حفظه الله را نیز در استودیو با خود داریم. خدمت حضور ایشان نیز عرض سلام و ادب نموده وی را به برنامه خوش آمدید عرض می‌داریم. السلام علیکم و رحمت الله. خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و من عرض ادب و سلام و وقت بخیر دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت شما و بینندگان عزیز انشاءالله خواهم بود. جزاک الله خیرا. خب بینندگان عزیز، بعضی دوستایی که سوالات فرستاده بودن در خصوص ماه مبارک رمضان و احکام رمضانی، اولین بیننده‌ای که سوال فرستاده بودن درباره این است که در هنگام روزه داشتن حمام کردن کدام نقصانی به روزه دارد؟ یعنی البته شاید حمام در حوض باید باشه. کمی شرح دهید. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحث استحمام و غسل کردن در ماه مبارک رمضان هیچ گونه ضرر و زیانی به روزه ندارد و به هیچ عنوان جزء شکننده های روزه محسوب نمی شود و حکم استحمام و غسل کردن در ماه مبارک رمضان دقیقاً همان حکم وضو است. در صورتی که نیاز باشد انسان میتواند که غسل بکند. تفاوتی ندارد که غسل واجب باشد، غسل جنابت باشد یا غسل مستحبی باشد یا اینکه اساساً برای اینکه بدنش خنک باشد و از شدت گرما و تشنگی اگر غسل بکند و حمام برود، باز هم هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه وجود ندارد و کاملا جایز هست. و همچنین در ماه مبارک رمضان شنا کردن در صورتی که انسان مراقب باشد که آبی در گلوش فرو نرود و آبی رو در شکمش نرود، در این صورت شنا کردن هم هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و کاملا مباح و جایز هست. جزاک الله خیرا. و همچنان بیننده دیگری پرسیدن که کسی که از طرف شب با همسر خود همبستری میکند تا میتواند سحری را در حالتی که جنوب است تناول کند؟ ولی خوردن و آشامیدن در حالت جنابت از نظر شرعی اشکال و ممانعتی ندارد. یعنی جنابت یکی از موانع خوردن و آشامیدن نیست، ولو اینکه این خوردن و آشامیدن به صورت فرض کنیم که سحری باشد که وقت سحر فرصت نکند برای غسل و مجبور باشد که در حالت جنابت سحری بخورد، به خاطر اینکه وقت تنگ باشد، هیچ گونه اشکال و ممانعت شرعی وجود ندارد. همبستری در شب‌های ماه مبارک رمضان به تصریح قرآن جایز هست، هیچ گونه ممانعتی و هیچ گونه کراهتی رو ندارد. هر کسی که در شب ماه مبارک رمضان همبستری کرد یا احتلام شد، هیچ گونه اشکالی ندارد. اگر که غسلش رو تأخیر داد به بعد از اذان، هیچ گونه اشکالی وجود ندارد و روزش به صورت کامل صحیح است و خوردن و آشامیدن در حالت جنابت هم اشکال شرعی ندارد. منتها اگر در این زمینه وضو بگیرد بهتر هست. اگر وقتی میخواد غذا بخورد وضو بگیرد اولاتر و بهتر از زیرا که اساساً وضو شدت جنابت را یک مقداری تخفیف میدهد.
و این که انسان شب جنوب باشد، احتلام شده باشد یا همبستری کرده باشد و بعد از فجر غسل بکند اشکالی ندارد و این رو همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت عایشه و ام سلمه رضی الله تعالی عنهما نقل کردن برای ما و در صحیح بخاری و صحیح مسلم اومده که ایشان میگویند کان یصبح جنوبا من جماع غیر احتلام ثم یصوم فی رمضان و که رسول الله صلی الله علیه وسلم چون این حالتی بیشون دست میداد و نمیتوانست که غسل بکند قبل از فجر و غسل رو به تأخیر میانداخت بعد از فجر، این بعد از این که به تعبیری اذان گفته میشد یا فجر میدمید بعد از این غسل میکردن. پس بنابراین به تأخیر انداختن غسل جنابت برای بعد از اذان فجر یا بعد از طلوع فجر هیچ گونه اشکال شرعی و ممانعتی رو ندارد. جزاک الله خیرا. و همچنان بیننده دیگری پرسیدن که ریختن قطره در چشم و گوش در حالی که روزه هست چه حکم دارد؟ آیا شکننده روزه هست یعنی؟ استفاده کردن از قطره چشم یا قطره گوش و همچنین قطره‌ای که از راه بینی استفاده می شود قول راجح و صحیح این است که اینها جزء شکننده های روزه در واقع محسوب نمی شوند و حتی در مورد قطره‌ای که از طریق بینی استفاده می شود، گرچه برخی از فقها در این زمین فتواشون این است که جزء شکننده های روزه در واقع شمرده می شود. انسان باید احتیاط بکند درباره قطره بینی، زیرا که مسیر مستقیمی هست به معده، اما در مورد قطره چشم و قطره گوش هیچ گونه اشکال شرعی و ممانعتی وجود ندارد و استفاده کردن قطره به خاطر خشکی چشم یا به خاطر بیماری که در چشم یا گوش وجود داشته باشه این دقیقاً مانند وضو گرفتن است. انسان وقتی که وضو میگیرد خواه ناخواه آبی به چشمش اصابت میکند و در چشمش میرود و احتمال دارد که این آب به اندازه قطره مثلا به حلق انسان هم سرایت بکند و این به هیچ عنوان جزء شکننده های روزه حساب نمی شود. و همچنین هست قطره‌ای که به خاطر معالجه و مداوا اگر کسی در چشم خودش یا در گوش خودش استفاده بکند این هم جزء شکننده های روزه محسوب نمی شود، ولو این که طعم و تلخی قطره رو در حلق خودش احساس بکند باز هم جزء شکننده های روزه نیست و اشکال شرعی ندارد. و سرمه همچنان حکم بله، قول راجع در مورد سرمه هم این هست که سرمه هم جزء شکننده های روزه شمرده نمی شود، گرچه انسان باید سعی بکند که بیشتر احتیاط را مد نظر قرار بدهد. اگر استفاده کردن از قطره چشم برایش در شب ممکن هست و هیچ گونه اشکالی به وجود نمیاد یا سرمه، سعی بکند که شب استفاده بکند، اما اگر در روز هم استفاده کرد بنابر ضرورتی هیچ گونه اشکالی در این زمینه وجود ندارد. جزاک الله خیرا. احمد جان، شماره های تماس بیننده ها را هم زیر نویس بکنید ان شاء الله که بعد از پرسش بعدی تماس بیننده ها را هم با خود داشته باشیم. بیننده دیگر سوالی فرستادن که شخص روزه‌دار از طرف روز خواب میکند و احتلام میشود، آیا این احتلام شدنشون بر روزشان تاثیر میگذاره؟ احتلام یعنی خواب دیدن یا جنوب شدن در حالت روزه ماه مبارک رمضان یک امر غیر عادی هست، یعنی غیر ارادی هست، هم در رمضان و هم در غیر رمضان. احتلامی که به خاطر این باشد که انسان در خواب بوده و خوابی دیده و احتلام شده و جنوب شده، این جزء شکننده های روزه حساب نمی شود، زیرا که در اختیار انسان نبوده و عمل غیر ارادی بوده و بدین خاطر الله متعال انسان رو مؤاخذه نخواهد کرد و هیچ گونه اثری بر روزه ندارد، یعنی جزء شکننده های روزه نیست. به محض اینکه بیدار شد و متوجه شد که احتلام شده و در حالت جنابت است، برود و غسل بکند و روزه خودش رو ادامه بدهد، شکننده روزه نیست. جزاک الله خیرا. خب بیننده های عزیز، قبل از اینکه تماس میگیرید ابتدا از کنار تلویزیون فاصله بگیرید و صدای ما را از طریق گوشی داشته باشین تا ما بتوانیم صدایتان آوازی بگیریم و پرسشتان انشالله که جواب درست بدیم. خب اولین بیننده را وصل کنید احمد جان. بله السلام علیکم و رحمت الله. بله السلام علیکم و رحمت الله. بیننده عزیز بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید بیننده عزیز. شبکه رسول حق. بله شبکه رسول حق است، برنامه پرسش و پاسخ. آقا من یه سوال میخواستم بپرسم. این صبح بلند میشیم آذان ساعت چند میگفتم آذان میگه؟ شبکه شما آذان میگه. سوال شرعی دیگه ندارید؟
نه خیر، همین سوال داشتم. ما الان این شما به شبکه شما روز افطار میکنیم ولی صبح منتظر نیدم از این ساعت چند لازم میگه. در کجا زندگی میکنید بیادر عزیز؟ تهران. تهران، درست. جزاک الله خیرا. خب بیننده بعدی را وصل کن احمد جان. بله، السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید بیننده عزیز. استاد محترم، سوالم این بود که یکی از دوستایی که پیتزا میفروشه بعدش کارش گوشت خوکه، چون روزه نمیگرفت. من بهش گفتم که باید روزه رو بگیره، میگه من اینجا گوشت خوک میفروشم، اگر گوشت خوک میفروشم روزم نمیگیرم. این حکمش چیه؟ حالا این فروختن که گوشت خوک باعث این میشه که این روزش رو نگیره یا چطوره؟ خب دیگه سوالی ندارید؟ اگر جناب مولانا در این باره برام معلومات بدن خیلی ممنون میشه. بسیار زیاد تشکر. تشکر از شما بیننده عزیز. بیننده بعدی رو. بله، السلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. الو، السلام علیکم. علیکم السلام، بفرمایید بیننده عزیز. استاد حق. بله بفرمایید. سوال حق، برنامه پرسش و پاسخ. من نماز که خونم، نماز الحمدلله میخونم، مشکل نداره، یعنی باطل میکنه این نماز را. در نماز سوره حمد میخوانیم. سوال تا نیست که آیا نماز، سوال تا نکنم واضح تر. نه، من قبلا شیعه بودم، الان محتدی شدم. قبلا سبحان الله و الحمدلله نماز میخوندم. خب الان که محتدی شدم، الان نزدیک 4 سال 5 سال که محتدی شدم، الحمدلله سوره فاتحه میخوندم آخره. دیگه عمل صحیحی هست، سبحان الله و الحمدلله که میخونم، نمازتون قابل قبول که سوالتان قابل قبول هست. خب صحیح شد دیگه سوالی ندارید؟ این بعدا نزدیک مسجد داریم اینجا، خودم محتدی هستم، مسلمانم، میشه برم نماز بخونم؟ اهل مسجد اهل سنت هستن؟ اهل سنت نیستن، ولی شیعه رافضی هستن. میشه نماز بخونم مسجد. درست شد. سوالتان گرفته شد. تشکر از شما. خب بیننده بعدی را وصل کنید احمد جان. بله، السلام علیکم، بفرمایید. سلام، وقت بخیر. خوبی؟ الحمدلله، بفرمایید. میگم ببخشید یه سوال داشتم. میگم روزی که داری دهن آدم آب میکنه، خب یه آب آدم وقتی توفه کنی یا نکنی چی مشکل به روزه آدم کنه داره؟ خب پرسش دیگه ندارید؟ نه سوال من جزاک الله خیرا. بیننده بعدی رو وصل کنید. بله، السلام علیکم، بفرمایید بیننده عزیز. سلام. علیکم السلام، بفرمایید. سلام بر شما و سلام بر آقای دهقان. وقت من یک چند تا سوال داشتم. من فرستم از تهران تماس گرفتم. بفرمایید. شما از آن میتین 8 و 14 دقیقه و سفارت افغانستان یک برگت تقسیم کرده در 8 و 17 دقیقه و از آن خود تهران که اهل تشیع میته 8 و 31 دقیقه است. حالا من در 3 تا گیر کردم، نمیدانم که با کدامش افطار کنم. خب و سوال بعدی جانم، بفرمایید. سوال بعدی تونه. سوال بعدی نداشتم. قربان شما، دست شما درد نکنه. خیلی بارک الله فیک، خدا حافظ. بله، سلام علیکم. بیننده بعدی بفرمایید. بله، بیننده بعدی، السلام علیکم، بفرمایید. بیننده بعدی بفرمایید. السلام علیکم، بفرمایید بیننده عزیز. الو. بله بفرمایید بیننده عزیز، شما پشت خط هستید، بفرمایید. بله. خب بیننده بعدی. سلام علیکم، بفرمایید بیننده عزیز.
خب بیننده بعدی را اصل کنید احمد جان. بله السلام علیکم، بفرمایید بیننده عزیز. بله میشنویم. سلام علیکم. علیکم السلام، بفرمایید بیننده عزیز. بله صدایتان نداریم، بیننده بعدی را وصل کنید. بله السلام علیکم، بفرمایید بیننده عزیز. بله سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. خب بیننده بعدی را وصل کنید. خب فکر کنم مشکلی پیش آمده. خب بیننده بعدی بفرمایید. السلام علیکم. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. ببخشید سوال داشتم، میخواستم بپرسم این تابلوهایی که آیه قرآن روش نوشته است و دیوار نصب کنیم آیا جایز است؟ خب سوالتان گرفته شد. دیگه سوالی ندارید؟ بیننده بعدی بفرمایید. بله السلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید بیننده عزیز. آخرین بیننده را بگیریم فکر کنم کفایت می‌کنه. خب بفرمایید بیننده بعدی را وصل کنید احمد جان. السلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید بیننده عزیز. بله السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام، بفرمایید بیننده عزیز. ببخشید من می‌خواستم در مورد استمناء صحابه در خب بیننده بعدی را وصل کنید. بله السلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید بیننده عزیز. فکر کنم مشکلی پیش آمده. اکتفا میکنیم به مقدار. یک میان برنامه کوتاه ان شاء الله برمیگردیم بعد از یک میان برنامه کوتاه. رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام يا لذة الأوقات في أيامنا رمضان فيك عبادة وصيام فدموعنا بخدودنا رقراقة تسقي قلوبا زانها إسلام تسقي قلوبا زانها إسلام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام قرآننا هو رينا في دربنا ودليلنا إن زاغت الأحلام شهر الفتوحات التي قد سطرت بدماء أجداد لنا أعلام بدماء أجداد لنا أعلام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام يا شهرنا يا ضيفنا في عامنا قد شمرت لحبيبنا أكمام يا شهرنا يا ضيفنا في عامنا قد شمرت
لحبيبنا أكمام، قد شمرت لحبيبنا أكمام. رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة وقيام. رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة وقيام. لأزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. با عرض سلام مجدد خدمت تمامی شما بینندگان عزیز، برنامه پرسش و پاسخ از شبکه جهانی وصال حق هست. جناب مولانا عبدالقدوس دهقان حفظه الله در خدمت شما عزیزان قرار دارد. خب بیننده پرسیدن که اوقات اذان تهران را برای ما که برای افطار و سحری اگر بیان کنید. درباره اذانی که گفته میشد در شبکه در وقت افطار، این هماهنگ شده با اهل سنت تهران که دقیقاً با وقت تهران هست، با غروب تهران. و این برنامه، یعنی در این برنامه حتی یکی دو دقیقه هم احتیاطی در نظر گرفته شده، یعنی یک دو دقیقه با تأخیر اذان در واقع پخش میشه. و بیننده هم که گفتند که در سفارت تهران معمولاً برنامه رو که برای افطاری پخش کردند یعنی چند دقیقه تفاوت داره، احتمال زیاد ایشون یک مقدار بیشتر، یعنی بیشتر از 2 دقیقه احتیاطی رو در نظر گرفتن، شاید 5 دقیقه رو به صورت احتیاط در نظر گرفتن تا اینکه مطمئن باشند که آفتاب در واقع غروب کرده. اما اذانی که در شبکه گفته می شود بر اساس وقت تهران و افق تهران و بر اساس غروب تهران در واقع پخش میشه و افطار کردن با اذانی که در شبکه گفته می شود از نظر شرعی دقیقاً همان با غروب هست و اشکال شرعی ندارد و مطمئن باشند بر این مسئله و حتی 2 دقیقه هم در این زمینه احتیاطی در نظر گرفته شد. جزاک الله خیر. و همچنان درباره اذان صبح پرسیدن که شبکه جهانی وصال حق اذان صبح تهران را پخش نمی‌کند. بیننده بعدی پرسیدن که شخصی در محل کار می‌کند گوشت خوک می‌فروشد و برایش میگیم که روزه بگیرد، اما میگه به خاطر از اینکه ما گوشت خوک می‌فروشم روزه نمی‌گیرد. یکی از مسلمات در شریعت اسلامی حرمت گوشت خوک هست. الله متعال می‌فرماید قل لا اجد فيما اوحي الی محرما على طاعم یطعمه الا ان يكون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر، که این موارد رو الله متعال به رجس نام برده و حرام هست، یعنی خوردن گوشت خنزیر به عنوان غذا برای مسلمانان حرام هست. و رسول الله صلی الله علیه وسلم هم در روایتی که در سنن ابو داود هست فرمودند ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. وقتی که الله متعال یک غذایی را، یک خوراکی را حرام گردانید، پول اون را هم حرام کرده. این هم استفاده به صورت غذا از گوشت خوک حرام هست و هم به عنوان یک کالایی که رد و بدل بشود و مسلمان بخواهد اون رو بفروشد و از این طریق امرار معاش بکند، این هم برای مسلمان حرام هست و جایز نیست. منتها این یک گناه جداگانه هست، هیچ ارتباطی با روزه ندارد و حتما باید روزه بگیرند، ولی اینکه مرتکب گناه دیگر میشوند. اولاتر و بهتر این است که ما توصیه میکنیم که از چنین تجارتی و از چنین کاریشون انصراف
بدهند و چون که این کار از نظر شرعی واقعا حرام هست و جایز نیست و اگر انسانی به خاطر رضای الله متعال یک چیزی رو ترک بکند قطعا الله متعال روزی بهتر و گسترده تری رو به اون عنایت خواهد کرد. هرچند انسان اخلاص داشته باشه، صادق باشه با الله متعال و دنبال حرام نرود، الله متعال حتما حلالی رو برایش جایگزین خواهد کرد. اما به بهانه این که چون که مرتکب این گناه می شود و گوشت خوک می فروشد و روزه را ترک بکند، این گناه دیگر هست، این گناه دیگری هست و یعنی این دو مسئله با هم دیگر ارتباطی رو ندارند. گرچه هدف از روزه این است که انسان باید تقوا داشته باشد و تمرینی باشد برای پرهیزگاری و از گناه و معصیت و حتی گناهانی که زبانی هستند عملا از گناهان باید پرهیز بکند. اما بالفرض اگر روزه داری در حالت روزه گناهی رو انجام داد، روزش نشکسته و اگر روزه هم نگیرد، این یک گناه دیگری هست اضافه بر گناهان دیگرش. جزاک الله خیرا. و همچنان بیننده دیگری هدایت شده هدایت شده سوال کردن که در نماز الحمد میخوانم، یعنی خلاص طریقه ادای نماز به طریقه اهل سنت برشون کمی شرح بدهید. و همچنان پرسیدن که آیا پشت سر شخصی که شیعه رافضی هست نماز خواندن جایز است یعنی؟ در مورد نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند صلوا کما رأیتمونی اصلی، همانند من نماز بخوانید، آنگونه که من نماز میخوانم شما بنگرید و مانند من نماز بخوانید. و از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نشده که ایشون در نماز به جای قرائت تسبیح بگویند، به جای قرائت یا قرائت سوره فاتحه تسبیح نگفتند ایشون، بلکه برعکسش هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من لم یقرأ بفاتحه الکتاب فلا صلاة له، کسی که سوره فاتحه رو در نماز نخواند در واقع نمازش درست نیست. لا صلاة الا بفاتحه الکتاب. و حتما باید سوره فاتحه رو بخونند. خواندن سوره فاتحه در تمامی رکعات نمازهای سنت یا نمازهای فرض جز ارکان نماز هست. این حتما باید سوره فاتحه خوانده بشود و به هیچ عنوان سوره دیگر یا ذکر و تسبیحات دیگر جایگزین سوره حمد نخواهند شد. این هم در رکعت اول و دوم باید سوره حمد خونده بشود و هم در رکعت سوم و چهارم باید اکتفا بشود به سوره حمد. این در رکعت اول و دوم سوره هم خوانده می شود، حمد و یک سوره دیگر، و در دو رکعت بعدی رکعت سوم و چهارم حتما باید سوره فاتحه خوانده بشود و جز ارکان نماز هست. و خواندن تسبیح سبحان الله و الحمدلله این کفایت نمی کند. اما اگر ایشون قبلا یعنی این کار رو انجام میدادن بنابر فتوای مرجع خودشون، از نظر شرعی ایشون بری الذمه هستند، یعنی نمازشون در پیشگاه الله متعال به خاطر اینکه مقلد یک فرد دیگر بودن در واقع پذیرفته شده هست، قبول هست. و اگر گناهی در این زمینه باشه، گناه بر کسی هست که نادانسته و بدون علم چنین فتوایی رو صادر کرده. از بنابراین نمازهای گذشته ایشون کاملا صحیح و درست هست و از این به بعد حتما باید سوره فاتحه رو در رکعت سوم و چهارم بخونند و خواندن تسبیح درست نیست و جایگزین سوره فاتحه نخواهد شد. همچنان پرسیدن که حکم نماز پشت سر خواندن نماز با جماعت پشت سر امام شیعه از نظر شرعی جایز نیست، زیرا که ائمه شیعه و کسانی که پیش نماز میشن و به عنوان شیعه هستند هم از نظر اعتقادی مشکل دارند، چه بسا برخی از اونها اعتقادات شرک آمیزی رو دارند، در حد شرک میرسند، استغاثه به اموات دارند، اعتقادات باطلی دارند، یعنی بدعت‌های اعتقادی رو دارند و همچنین اشکالات فرعی و فقهی رو هم دارند، مانند نشستن پاها یا حتی در مورد نواقض وضو چیزهایی که نزد اهل سنت و الجماعت جزء نواقض وضو شمرده می شود، مانند آب شهوت و مزی در مذهب شیعه جزء شکننده های وضو نیست، هم از نظر اعتقادی تفاوت دارند و هم از نظر فقهی و مذهبی و هم در کیفیت نماز هم تفاوت های وجود دارد. پس بنابراین خواندن نماز پشت سر امام شیعه جایز نیست و ایشون اگر در جایی هستند که جماعتی برگزار نمی شود و اهل سنت و الجماعت نیستن، خودشون تنها در خانه یا با افراد خانواده خودشون در خانه نماز جماعت رو برگزار بکنن. جزاک الله خیرا. و همچنان بیننده دیگری پرسیدن که در جریان روز رمضان آب دهان دهن را خوردن چه حکم داره؟ هیچ اشکالی نداره و کاملا یک امر کاملا طبیعی و فطری هست. اگر آب دهان رو انسان
به اصطلاح فرو ببرد هیچ گونه اشکالی در روزش به وجود نمیاد و مأمور هم نیستیم برای اینکه آب دهان را بیرون بندازیم و فقط فقها در این زمینه مکروه دانستند این رو که یک فردی آب دهان را در دهان خودش جمع بکند تا اینکه زیاد باشد دوباره آن را فرو ببرد. این را از نظر فقها مکروه است و چون این کاری جایز نیست. اما اگر به صورت طبیعی آبی در دهان انسان جمع می شود این آب دهان را فرو ببرد هیچ گونه ممانعتی و هیچ گونه اشکالی در شریعت اسلامی وجود نداره و جز شکننده ها و مکروهات روزه هم نیست. جزاک الله خیرا. و همچنین بنده دیگری پرسیدن در مورد اوقات اذان در تهران که قبلا هم اشاره شد، گفتن چیزی را که شما پخش میکنین اذان را که شما پخش 8 و 14 دقیقه و چیزی توضیح دادم که حتما معمولا برنامه هایی که تنظیم میشه به عنوان امساکیه برای وقت افطار و سحر، معمولا کسانی که این برنامه ها رو تنظیم میکنن چند دقیقه رو احتیاطی میگذارن. یعنی به طور مثال اگر یعنی 5 دقیقه قبلش غروب بشود 5 دقیقه بعد میونه وقت افطار هست. فرض کردم که در برنامه‌ای که ما پخش میکنیم به اذانی که در شبکه گفته میشوند 2 دقیقه وقت احتیاطی در نظر گرفته شده. یعنی اگر کسی بر اساس اذان شبکه هم افطار بکند یعنی بعد از غروب آفتاب افطار کرده و روزش صحیح است. تشکر از شما. همچنان خواهر پرسیدن تابلویی که آیات قرآن در آن نوشته شده آیا در خانه نصب کنیم اشکالی دارد؟ و توضیح بیشتر بدم در مورد سوال قبلی. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که مسلمانان به خیر و سلامتی هستند، بر اعتدال هستند تا زمانی که افطاری رو تعجیل میکنند و این سنت هست که انسان افطار را زود افطار بکند، روزه را زود بشکند، یعنی به محض غروب آفتاب. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایتی که در صحیح بخاری است فرمودند اذا اقبل الليل من هاهنا و ادبر النهار من هاهنا و غربت الشمس فقط افطر الصائم. وقتی که به اصطلاح شب فرا برسد و وقتی که روز رو به پایان باشد، اشاره میکنند وقتی که شب از طرف مغرب فرا برسد و روز از طرف مشرق در واقع برود، یعنی اینکه روز به پایان برسد و خورشید غروب بکند، فقط افطر الصائم، وقت افطار در واقع فرا رسیده و لازم نیست که انسان یعنی وسوسه زیادی داشته باشه در این زمینه و تأخیر کردن افطار جزء مکروهات هست از نظر شرعی، چون این چیزی جایز نیست و چیزی که شیعه اذان میدن تقریبا حداقلش ربع ساعت تا 20 دقیقه دیرتر هست. این اذانی که برای نماز گفته می شود. معمولا روزه در شهرهای شیعه و در تقویم ایران هم غروب آفتاب جداگانه مشخص است، وقتش تعیین شده و اذان مغرب وقت جداگانه هست، تقریبا ربع ساعت تا 20 دقیقه این تفاوت دارد و این جایز نیست که انسان روزه را به تأخیر بیاندازد افطارش رو، بلکه به محض این که اذان گفته شد و مطمئن شدید که آفتاب در واقع غروب کرده باید افطار بکنند و این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. اما در مورد تابلوهایی که بر روی در و دیوار در واقع نصب می‌شوند و آیات قرآن در آن نوشته شده و هدف از نزول قرآن تدبر در آیات قرآن و عمل بر احکام قرآنی هست. قرآن برای تزیین نیست، برای اینکه در و دیوار رو ما به تزیین بکنیم به خاطر این در واقع نیست. و اگر کسی یک آیه‌ای رو که به نظرش جالب هست و میخواد که بر آن بیشتر عمل بکند به عنوان تذکر و یادآوری، یعنی این رو در خونه نوشته بر تابلویی بر روی دیوار نصب کردن به خاطر اینکه یادآوری باشه به ذکر الله متعال، یادآوری به یک مفهوم اعتقادی باشه و یک حکم شرعی باشه، در این صورت اشکال شرعی نداره. اما این که صرفاً به خاطر زیبایی دیوار یعنی تابلوی قرآنی آیه قرآنی رو بر دیوار نصب بکنن، این در واقع یک نوع بی احترامی به آیات قرآن کریم هست. جزاک الله خیرا. از اینکه مشکل برای تماس گرفتن صورت گرفته بود نتونستیم تماس‌های بیننده را بیشتر بگیریم. سوالی که بیننده ها فرستادن اونا را ادامه میدیم. بیننده پرسیدن که حکم استفاده از داروی جلوگیری برای عادت ماهیانه چه حکم دارد؟ در صورتی که این دارو ضرری نداشته باشه برای خانم ها، که معمولا یعنی اگر ضرری هم داشته باشه ضرری هست که قابل جبران هست، یعنی ضرری هست که به اصطلاح ضرر اندکی هست و چه بسا این ضرر اندک را که عوارضی
ناخواسته هست، چه بسا که تمام داروهایی که استفاده میشوند شاید این عوارض را داشته باشند و خانم هایی که معمولا از این قرص ها استفاده میکنند و مطمئن هستند که این ضرر حادی برایشون نداره، از نظر شرعی جایز هست که در ماه مبارک رمضان از داروی جلوگیری به خاطر اینکه بتونن روزه رو کامل بگیرند هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و روزه هم که میگیرند روزهشون کاملا صحیح و درست است. اگر خانمی از داروهای جلوگیری استفاده کرد و عادت ماهیانه ندید باید روزه بگیرد و اگر روزه گرفت روزهش کاملا صحیح است و بعدا هم لازم نیست که قضا بیاورد. همین روزه ای رو که در ماه مبارک رمضان گرفته به خاطر اینکه قرص استفاده کرده و توانسته روزه بگیرد، همین روزه از نظر شرعی معتبر هست و بعد از آن قضای روزه هم دیگه لازم نیست. معیار در این زمینه این است که آیا زن عادت ماهیانه ببیند یا اینکه نبیند. اگر عادت ماهیانه ندید به هر علتی که باشد، چه به خاطر اینکه قرص استفاده کرده یا اختلال در عادت ماهیانه اتفاقا در ماه مبارک رمضان عادت نشد و روزه گرفت، روزش کاملا صحیح است و قضایی هم بر اون لازم نیست. جزاک الله خیرا. و همچنان بیننده دیگری پرسیدن که حکم رفتن زنها به مسجد جهت اشتراک در نماز تراویح و اساسا مشارکت در نماز جماعت در مسجد برای زن از نظر شرعی جایز هست، به عنوان یک حکم اصلی جایز هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. اگر زنی بخواد به مسجد برود شما شوهر نباید اون رو منع بکند، منتها این مشروط بر این است که زن همراه با یعنی مراعات کردن موارد شرعی برود، با حجاب کامل برود و در مسیر راه اختلاطی با نامحرم صورت نگیرد و از عطر و خوشبویی استفاده نکند و راه امن باشد و اشکالی در منزل به وجود نیاد، طوری نباشد که خدمت شوهرش را یا کارهای ضروری منزل رو به تأخیر بیاندازد و سبب اختلاف در میان خودش و شوهر بشود به خاطر اینکه رفته در نماز جماعت شرکت کرده. نماز جماعت برای زنان واجب نیست، جایز هست. اگر این شرایط فراهم بود، راه امن بود و با مراعات کردن موازین شرعی رفت برای نماز جماعت، از نظر شرعی جایز هست، گناهی رو مرتکب نشده. اما به هر صورت در منزل نماز خواندن اولاتر و بهتر هست، مگر در جایی که جماعتی برگزار می شود و راه امن هست. اگر برای کسب اجر و پاداش جماعت بروند با شرایطی که عرض کردم از نظر شرعی باز هم جایز هست. جزاک الله خیرا. همچنان بیننده دیگری پرسیدن که در حالت روزه داشتن اهدای خون به شخص دیگری که شکننده روزه هست یا نه؟ اهدای خون حکمش هم حکم حجامت است از نظر شرعی و شبیه به حجامت هست و خون گرفتن هست و این جزء شکننده های روزه شمرده نمی شوند، زیرا که ثابت شده که رسول الله صلی الله علیه وسلم در حالت روزه هم حجامت کردند. روایت دیگری هم در این زمینه هست که افطر الحاجم والمحجوم. این حمل بر این می شود که این روزه‌دار را در شرف شکستن روزه قرار می دهد، نه به این معنی که روزش در واقع شکسته، زیرا که همه مردم این توانایی رو ندارند، چه بسا که در وقت دادن خون و اهدای خون دچار ضعف بشوند و مجبور بشوند که روزهشون رو بشکنند. اولاتر و بهتر است که از چنین کاری در حالت روزه اجتناب بکنند. اما اگر کسی مجبور هست برای نجات یک بیمار و مطمئن هست که خودش هم توانایی اهدای خون را دارد و نقصی در روزهش و در تواناییش به وجود نمیاد، ضعف نمی کند، از نظر شرعی جایز هست و جزء شکننده های روزه محسوب نمی شود. جزاک الله خیرا. به عنوان آخرین پرسش شخص دیگری پرسیدن که حکم کشیدن دندان به سبب تکلیف و مجبوریت چی است در هنگامی که روزه است؟ این هم جزء مورد قبلی هست، یعنی جایز هست اگر کسی در ماه مبارک رمضان درد شدید دندان دارد و مجبور هست که دندانش رو بکشد، کشیدن دندان از نظر شرعی اشکالی ندارد و جزء شکننده های روزه محسوب نمی شود، منتها باید مراقب باشد که در هنگام کشیدن دندان موادی رو فرو نبرد و احتیاط بکند در این زمینه و اگر می تواند این عمل رو در شب انجام بدهد به خاطر اینکه ضعف نکند اولاتر و بهتر است. اما اگر مجبور بود در روز این استفاده کرد و حتی اگر داروی بی‌حسی هم زدن، در روزه هیچ گونه اشکالی به وجود نمیاد و روزه کاملا صحیح است. جزاک الله خیرا. بارک الله فیکم. خوب، تشکر از شما که در برنامه حاضر هستین و سپاس از شما. جزاک الله خیرا. خب بینندگان عزیز، این بود برنامه پرسش و پاسخ روز دوم ماه مبارک رمضان که خدمت حضور شما عزیزان تقدیم گردید. تا روز بعد که باز هم در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، یکایک شما عزیزان را به الله متعال می سپاریم. الله یار و مددگارتان باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا